هیچ وقت با زنت بحث نکن. زنا علاوه بر کودک درون یه وکیل درون هم دارن. من خودم هر چقدر تلاش کردم یه بارم نشد ثابت کنم مقصر زنمه. هیچ خدا زنها رو آفرید واسه 2 تا مأموریت. 1 وقتی شوهرش ناآرام کلافه است آرامش کنن، موقعی هم که آرامه حالش خوبه به همش بریزن. من یک زن ایرانی ندیدم هیچ وقت تو عمرم که از شوهرش تعریف کنه. تو عمرم ندیدم. یک زن، مادرم، عمم، زندان، هیچ کدوم اینا، تمام این دوره ها که زنها میگن دوره میگرفتن، این دوره نبوده واقعا. اینا جمع میشدن. زنها همه چیزشان با شوهرشان شریک میدونن. خانه‌مان، زمینمان، ماشینمان، ولی میرسه پای تراهام. پشتی یکی از ویژگی های زن میدونید چیه؟ با سرعت نور صحبت میکنه. بعد از این تازه پاشو میندازه رو هم نگاه میکنه میگه ندار دهنم باشه. وقتی دیدی خانم‌ها دور هم جمع میشن حرف میزنن این خیلی قشنگه. خانم میگه خانم چه خبر؟ ای بابا چه خبر؟ به خدا چه خبر؟ شوهرم که بیچاره است، بچه‌م هم خنگ عین باباش. دقت هم کرده باشید همه خنگا به باباشون رفتن و هیچ خنگی به مامانش نرفته. یعنی هیچ خنگی به مامانش. خاندان پدر اکثرا ناقصن. یعنی من این خود عروس ناقصا شده. بعد هر کی درسش من خودم خنگم. نه بزرگواری. خانمم خیلی عاقله. هر کی هم درسش خوب به داییاش رفت. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. آقا شما مجردید یا متعهل؟ والا من متعهلم. زندگی متعهلی بهتر یا مجردی؟ متعهلی اون نداری. الان شما از زندگیتون راضی هستی؟ 100%. خب خدا رو شکر، ممنون، متشکر. قطعش کردی؟ بله. آقا چی شد؟ آقا چی شد؟ آقا چی شد؟ آقا چی شد؟ ای بابا. آقا چی شد؟ حیف حیف که عمرم به پای تو هدر شد. حیف از جوونی که با تو بی ثمر شد. خونه تو گوشه زندون واسه من بود و بس. عشق تو یک خواب پریشون واسه من بود و بس. خدا لعنتت کنه. خدا زنها رو آفرید واسه 2 تا مأموریت. 1 وقتی شوهرش ناآرام کلافه است آرامش کنن، موقعی هم که آرامه حالش خوبه به همش بریزن.